سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید. من آرتا مهرفس هستم و به دومین ویدیوی کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. دوستان امروز هم ما میخوایم یک پروژه دیگه با پایتون بسازیم که با استفاده از کتابخونه ترتل میخوایم این پروژه رو درست بکنیم و ترتل هم همونطور که میدونید یه برنامه است برای رسم اشکال و کلا کارهای گرافیکی و ایناست. و پروژه‌ای که امروز میخوایم بسازیم یه پروژه هندسیه، یعنی کار با هندسه میخوایم انجام بدیم و در واقع میخوایم یه کار با چند ضلعی ها انجام بدیم. پروژه‌ای که امروز میخوایم درست بکنیم اینطوریه که اول از همه که من پروژه رو اجرا میکنم از من سوال بپرسه خود برنامه که چند ضلعی میخوای برات رسم بکنم. خود برنامه این سوال رو از من بپرسه و من مثلا عدد 5 رو بهش میدم، میگم که 5 ضلعی برای من بکش و بعدش که 5 رو بهش دادم و اینتر رو کلیک کردم خود کامپیوتر یک 5 ضلعی منتظم برای من بکشه، یا مثلا اگر 8 رو نوشتم یه 8 ضلعی منتظم بکشه، اگه مثلا 10 ضلعی کشیدم یه 10 ضلعی، یا حالا بیشتر که 100 ضلعی کشیدم یه 100 ضلعی منتظم بکشه، مثلا 4 ضلعی کشیدم یه مربع بکشه چون 4 ضلعی منتظم مربع و اشکال دیگه هم که میتونید تعداد ضلعش رو بدید و کامپیوتر براتون بکشتش. و امروز ما میخوایم همچین برنامه بسازیم و امیدوارم که از این ویدیو هم لذت ببرید. بسیار خوب، بریم سراغ ساخت پروژه. خب دوستان، اول از همه همونطور که گفتم ما برای ساخت این پروژه نیاز داریم به کتابخونه ترتل. بنابراین می نویسیم from turtle import all و این ستاره ای هم که آخرش گذاشتیم یعنی همون علامت ضرب به معنای همون all هستش که یعنی تمامی دستورات ترتل رو برای من بیاره داخل پروژه. خیلی خوب، بریم سراغ ساخت برنامه. دوستان اگه یادتون باشه در جلسه قبل که ما با کتابخونه تیک اینتر کار کردیم ما نیاز داشتیم که یه متغیر درست بکنیم و داخل اون متغیر محیط ویندوزی تیک اینتر رو بیاریم که یعنی همون تیکی بود. اگه یادتون باشه یه متغیر به اسم خودم ساختیم، یعنی آرتا ساختیم، مساوی گذاشتیم و نوشتیم tk.tk و پرانتز رو باز کردیم و بستیم. در اینجا ما نیاز داریم که برای اینکه محیط ویندوزی ترتل رو بیاریم همین کار رو انجام بدیم، البته با یه دستور دیگه. من بازم متغیر میسازم، مثلا باز به اسم خودم میسازم، حالا شما اسم متغیرتون رو میتونید هرچی خواستید بذارید و می نویسم آرتا و ترتل رو وارد میکنم. ترتل هم با تی بزرگ وارد میکنم، اولش باید تی بزرگ باشه. حالا که من پروژه رو اجرا میکنم همونطور که میدونید محیط ویندوزی ترتل برای من ایجاد میشه و میتونیم محیط ویندوزیش رو ببینیم. و حالا مثلا بیاین یه دونه رنگم برای این پوینترش بذاریم، مثلا arta.color پرانتز باز، مثلا حالا بذارید اینجا کوتیشن بذارم، مثلا بلک، مثلا فعلا بذارمش بلک. و دوستان این رنگ پوینتر هستش، همینی که وسطه. مثلا الان من اگه بذارم اینو روی گرین مثلا، الان اگر به وسط صفحه دقت بکنید رنگ این پوینتر من به رنگ سبز تغییر میکنه. یا مثلا اگه بذارمش رد یعنی قرمز، رنگش قرمز میشه. که حالا فعلا من اینو روی بلک بذارم. بسیار خوب. و دوستان به خاطر اینکه برنامه ما یه برنامه هستش که میخواد یه شکلی رو رسم بکنه، بنابراین ما باید ضخامت قلم رو بهش بدیم. یعنی باید بنویسیم arta.width و فعلا می نویسم اینجا 3، یعنی ضخامتش رو 3 میذارم فعلا، حالا بعدا اگر لازم بود تغییرش میدم. بسیار خب، و الان همونطور که میدونید پروژه رو ران میکنم و همین. خب حالا همونطور که گفتم میخوام که خود این کامپیوتر از من سوال بپرسه، یعنی اینپوت از من بکنه که من یه چند ضلعی میخوام کامپیوتر برای من رسم بکنه. بنابراین باید یه متغیری بسازم. مثلا من اسم متغیر رو میذارم سایز و
داخل این سایت باید یه دستوری بنویسم به اسم text input و داخل text input اول از همه تایتل اون متنم رو می نویسم که یعنی سایت و بعدش متن سوال رو می نویسم enter the number of sites و الان که من پروژه رو اجرا میکنم الان از من میپرسه enter the number of sites و به تایتل سایت و مثلا من عدد 5 رو اینجا وارد میکنم و البته الان هیچ اتفاقی نمیفته چون به برنامه نگفتم که چی کار بکنه با این مقداری که دادیم، ولی الان اینجا میتونید کاد رو ببینید. حالا هرچی میخواین داخلش میتونید بنویسید. بسیار خوب. حالا بیایم و دستور رو تعریف بکنیم. اول اصلا باید یه دونه فور بنویسیم for I in range. خب اینجا in range. بعد و الان من فعلا بیایم یه نمونه‌ای بنویسیم. فعلا من بزنم 3. فعلا یه 3 ضلعی برای من بکشه که ببینیم مثلا برنامه ما میخواد چجوری بشه، بعدش تنظیمش میکنیم روی تمام اشکال. خیلی خوب. حالا اول اصلا باید اینجا بنویسیم arta.forward مثلا 200. فعلا بذارمش رو 200 تا بره جلو و arta و حالا اینجا باید دستور left رو بنویسم، یعنی بچرخه به طرف left، به خاطر اینکه وقتی که ما میخوایم یک شکلی رو رسم بکنیم باید به سمت چپ بچرخونیمش. اگر به سمت راست بچرخونیمش شکل برعکس میشه، یعنی یه مثلث برعکس بر ما رسم میشه. و داخل این لفتمون و داخل این پرانتز ما باید مقدار یا درجه‌ای که باید این پوینتر ما بچرخه رو بهش بگیم. حالا چجوری مشخص بکنیم؟ دوستان اینجا یه فرمولی داره، یک فرمول ریاضی داره. بذارید اینجا براتون بنویسم. اینجا یه شارپ براتون. دوستان اسم این علامت شارپ هستش. البته نامبر ساین هم بهش میگن، ولی در واقع اسم این علامت شارپ هستش. خب حالا بریم فرمولش رو بهتون بگم که چجوری زاویه‌ای که باید به چرخه رو تعیین بکنیم. دوستان فرمولش اینه، برای اینکه ما به دست بیاریم که چند درجه باید به سمت چپ بچرخونیمش، باید 180 رو منهای پرانتز رو باید باز کنیم. بخشید زبان کیبوردم فارسی بود. 180 منهای. خب و اینجا ما باید 180 منهای مجموع زوایای داخلی کنیم. مثلا A رو بنویسیم مثلا مجموع زوایای داخلی. اینجا بنویسم براتون یه شارپ دیگه A مساوی با مجموع زوایای داخلی. ما باید A رو تقسیم کنیم بر تعداد اضلاعمون، یعنی تعداد این سایتزمون. این فرموله به دست آوردن مقدار چرخش به سمت چپ هستش که در اشکال هستش 180 منهای A تقسیم بر سایت، که البته این A رو بذارید 2 تا تقسیم اینجا بذارم. حالا بیاین طبق همین فرمول مقدار لفت این رو حساب بکنیم. مجموع زوایای داخلی یک مثلث 180 درجه است. تقسیم بر سایت میکنیم. سایت هم 3 تا هستش دیگه، 3 ضلعی هستش. 180 رو تقسیم بر 3 بکنیم 60 میشه و اگر 180 رو منهای 60 بکنیم عدد 120 به دست میاد. بنابراین لفت ما اینجا باید بشه 120 و این فرمول به دست آوردنش هستش. حالا ما فعلا با همین 120 پیش بریم و بعدش کلی رو می نویسیم. و حالا در آخر هم ما میخوایم که این پوینتر ما دیگه ظاهر نباشه و هاید بشه. بنابراین می نویسیم arta.ht. ht یعنی hide turtle، یعنی این پوینتر ما رو که ترتل ما هستش رو هاید کنه. بریم ببینیم.
الان ما مثلا هر عددی که خواستیم بهش میدیم، چون هنوز ما با این سایده کار نکردیم. مثلا الان من همین بهش 3 رو میدم فعلا، ولی مثلا الان من 5 هم بهش بدم این بازم برای من یه مثلث میکشه، ولی حالا من فعلا 3 رو بهش میدم و همونطور که میدونید یه دونه مثلث برای من اینجا رسم کرد و پروژه ما کاملا هم درست کار کرد. خیلی خوب، حالا بریم و اینو تنظیمش کنیم بر تمام مقدارهای سایت. یه متغیر همون تعریف میکنم براش به اسم همون A رو تعریف میکنم و A هم باید مجموع زوایای داخلی ما باشه همونطور که اینجا نوشتم و فرمول مجموع زوایای داخلی تعداد ضلع منهای 2 ضرب در 180. مثلا اگر 3 ضلعیه 3 منهای 2 میشه 1 ضرب در 180 میشه 180. بنابراین سایدز منهای 2 منهای 2. حالا برای اینکه قشنگ‌تر بشه اینجا من یه اسپیس همیشه میذارم ضرب در 180 و الان A ما مجموع زوایای داخلی این سایدز ما رو داخلش قرار میده. حالا بیاین مثلا همین یه بار امتحانی پرینت کنه A رو که ببینیم داره درست کار میکنه یا نه. رام رو کلیک میکنم و مثلا 3 رو مینویسم و همونطور که میدونید ارور داد پروژه. حالا بریم ببینیم ارورش به خاطر چیه. ارورش به خاطر اینه که چون ما اینجا نوشتیم تکست اینپوت، دستور تکست اینپوت رو ما اینجا نوشتیم، همونطور که میدونید اینجا استرینگ نوشته، هم تایتل و هم خود متن سوال اینپوت رو از ما، هر جفتش استرینگه. بنابراین این عدد 5 یا عدد 3 یا همون هر عددی که من اینجا نوشتم رو به صورت استرینگ یا یک رشته از من دریافت میکنه و من باید این سایت رو تبدیل به اینتیجر بکنم. بنابراین قبلش اینجا می نویسم اینتیجر سایز، اینت سایز منهای 2 ضرب در 180. الان اگر من پروژه رو اجرا بکنم عدد 3 رو میزنم و اینجا برای من این پایین 180 رو تایپ میکنم. حالا میزنم مثلا 4 ضلعی، 4 ضلعی الان باید 360 رو چاپ کن. بله 360 هم برای من چاپ کرد. بنابراین الان این مجموع زوایای داخلیش کاملا اوکی هستش و مشکلی نداره. حالا این رو پاکش بکنیم و حالا اینجا ما باید به تعداد همین ضلعمون حساب بشه دیگه، به رنجمون، و بنابراین ولی اینجا هم باید حواسمون باشه که همونطور که گفتم این سایتس به مقدار استرینگ هستش و ما باید اینجا بنویسیم اینتیجر سایتس. بسیار خوب، و اینجا هم که 200 هستش و اینجا هم داخل این لفت همین فرمولی که بهتون گفتم رو اینجا باید بنویسیم. می نویسیم 180 منهای پرانتز باز A که همون مجموع زوایای داخلیه تقسیم بر اینت سایت. و الان میریم و پروژه رو اجرا میکنیم و مثلا من اینجا میزنم 5 و یک 5 ضلعی برای من رسم میکنه. می نویسم 4 ضلعی، یه 4 ضلعی برای من میکشه و الان هر چی که شما بخواین برای شما کاملا رسم میکنه. مثلا 8 ضلعی. بله این هم یک 8 ضلعی. اما دوستان همونطور که دیدید الان پروژه ما از لحاظ کار کرد اوکیه، ولی اندازش یه ذره بزرگه. البته بعضی وقتا مثلا تو همین 8 ضلعی یه ذره از صفحه میزنه بیرون اگه دقت بکنید، یا این فقط برای 8 ضلعی نیست، برای بیشترش هم از. مثلا من اگه بزنم 20 ضلعی که دیگه کامل از صفحه میره بیرون. و حالا بیاین یک فرمول دیگه هم تعریف بکنیم که این مقدار فوروارد با اندازه شکلمون مناسب باشه. مثلا وقتی که یک 8 ضلعی میزنیم از کل کادر نره بیرون، داخل همون کادر بکشه. بنابراین فرمول این فوروارد هم این هستش که بهش بگیم به عنوان مثال دوستان این فوروارده شما باید متناسب با اون مقدار کادرتون بکشید. من فعلا میزنم 800
تقسیم بر 2 تا تقسیم میزنم که به عدد صحیح حساب بشه و دوباره میزنم اینت سایز. فعلا با 800، البته 800 یه ذره زیاده، 500 فعلا بزنم. الان من میزنم 3، یه 3 ضلعی برای من میکشه. حالا میزنم 10، همونطور که میدونید سایزش یه ذره کوچیکتر میشه، یعنی یه 10 ضلعی میزنه سایزش کوچیکتر میشه. الان که من مثلا اینو میزنم روی مثلا 20، این تقسیمش رو روی 20 میذارم، دیگه خیلی شکلم کوچیکه، اصلا این میشه دیگه خیلی ریز میشه. و مثلا همون 20 رو اگر من بزنم خیلی دیگه شکلم کوچیک میشه. من قبلش زده بودم 800، بنابراین بذارید همون 800 رو بذاریم ببینیم 800 چطوره. دوستان انقدر بعد این مقدار رو، حالا اگر که خواستید به حد اکثر برسونید، انقدر بعد این مقدار رو زیاد بکنید تا جایی که این شکل شما از این کادر دیگه نره بیرون. یعنی دیگه باید داخل کادر حتما باشه، در تحت هر مقداری که شما داخل این مقدار بدید. مثلا من میزنم 10 ضلعی الان و همونطور که میدونید یه 10 ضلعی برای ما میکشه بدون اینکه از کادر بره بیرون. و حالا من تغییرش میدم به 100 ضلعی و اندازه شکل ما کوچیکتر شد. البته نسبت به 100 ضلعی اندازه شکل ما کوچیکتر میشه، اما احساس میکنم بازم جا داره. مثلا 1000 هم بزنیم ببینیم چی میشه. الان من میزنم 200 ضلعی مثلا، ببینیم تا کجا جا داره. البته نه دوستان، احساس میکنم من یه ذره دیگه بیشتر بزنم شاید از صفم رفت بیرون. حالا بذارید با خود 1000 امتحان بکنیم. یه ذره طول نه نمیره بیرون، نه نمیره بیرون. الان اینجا دور میزنه و میاد دوباره به همینجا و از کادر خارج نمیشه. بنابراین همین 1000 هم خوبه، ولی حالا اگر هم شما خواستید میتونید مقدار بیشتری بهش بدید تا جایی که این شکل ما از صفحه نمایش خارج نشه. و الان پروژه ما دیگه تقریبا بدون هیچ مشکلی کاملا درست هستش. و حالا دوستان برای قشنگتر شدن پروژمون میتونیم همچین کاری هم بکنیم، بگیم که زمانی که در حین این که داشت شکل رو برای ما میکشید مجموع زوایای داخلی و ایناش هم به ما بگه. و حالا مثلا اینجا بگیم بهش بیایم این پایین و بنویسیم پرینت کن و داخل دابل کوتیشن مثلا بنویسیم the sum of angles و میایم از دستور فرمت استفاده میکنیم. مثلا یه صفر اینجا بنویسیم، نقطه فرمت و A رو اینجا چاپ میکنیم. و حالا که من الان پروژه رو ران بکنم مثلا بزنم 5 ضلعی، اینجا مینویسید the sum of angles و 2 نقطه رو میذاره و اینجا مینویسه 540. و مثلا بیاین تعداد قطراش هم حساب بکنیم. فرمول تعداد قطرها هم n در n منهای 3 تقسیم بر 2 هستش. n منظورم همین سایزه، سایز ضرب در سایز منهای 3 تقسیم بر 2. پس یه متغیر دیگه مثلا همین b مثلا بذاریم اسمشو و اسم و داخلش بنویسیم سایز ضرب در سایز منهای 3 تقسیم بر 2. و حالا میایم یه دونه پرینت دیگه تعریف میکنیم، پرینت پرانتز باز مثلا the number of diagonal، 2 نقطه رو میذاریم و دوباره از فرمت استفاده میکنیم، فرمت B. حالا میریم پروژه رو ران میکنیم و هم تعداد قطرها و هم مجموع زوایای داخلی رو به ما میگه. الان من میزنم 4 و میبینیم که با ارور مواجه میشیم. حالا بریم ببینیم ارور چیه. بله همونطور که گفتم ما باید برای این سایت یه اینتیجر هم قبلش مینوشتیم، اینت سایت، اینت سایت. و الان من میرم این پروژه رو اجرا میکنم و
می نویسم مثلا 4 ضلعی. خب همونطور که میدونید 4 ضلعی 2 تا قطر داره، بنابراین میزنم و the number of diagonal رو میزه 2 و کاملا هم درسته و مجموع زوایای داخلی هم 360. حالا دیگه کاملا پروژه ما بدون هیچ مشکلیه و میتونید باهاش کار بکنید. مثلا 20 ضلعی، الان یه 20 ضلعی منتظم برای ما کشید و اینجا مجموع زوایای داخلی و تعداد قطرها هستش. حالا شما میتونید بیشتر هم بهش اضافه کنید، مثلا مقدارهای بیشتری، مثلا میتونید محور تقارن و اینا رو هم براش اضافه بکنید که حالا من فعلا همین دوتا رو براش اضافه کردم. بسیار خوب دوستان، الان پروژه ما هیچ مشکلی نداره، اما من میخوام یه نکته رو به شما بگم. دوستان بعضی از رنگ ها اینطوری نیستن که مثلا من بنویسم بلک، مثلا من الان بلک رو حذف میکنم، مثلا مینویسم بلو مثلا یعنی آبی. الان آبی برای من میکشه، من میزنم یه 5 ضلعی میکشه ولی آبی برای من میکشه. اما ممکنه که بعضی از رنگ ها با نوشتن متن نباشن، بلکه بعضی از رنگ ها یعنی تقریبا همه رنگ ها یک کد رنگی دارن که من یه نمونه از کدهای رنگ رو برای شما می نویسم. اولش شارپ داره و بعد مثلا FF00FF، مثلا این یک کد رنگه و کد رنگش هم این هست. من میزنم 5، کد رنگش اینه و این رنگ رو می نویسه. دوستان من داخل قسمت توضیحات ویدیو یه لینک برای شما قرار دادم که وقتی که این لینک رو باز کنید به تمام کدهای رنگ دسترسی دارید و میتونید اون کدهای رنگ رو کپی کنید و ازشون داخل برنامه استفاده بکنید. مثلا من یه کد رنگ دیگرم مثلا برای شما بنویسم، ولی دوستان توجه داشته باشید که تمامی این کدها نیازمند یک شارپ هستش، یعنی این شارپ همیشه هستش. مثلا من یک کد دیگه برای شما بنویسم، مثلا FF7D40، مثلا FF7D40. الان من مثلا 6 ضلعی یه همچین رنگ مثلا نارنجیه بیشتر، یه همچین رنگی میکشه. من داخل قسمت توضیحات ویدیو یه لینک برای شما قرار دادم که اون لینک رو باز کنید تمامی کدهای رنگ رو میتونید ببینید. حالا من فعلا میزنم بلک و اون کدهای رنگ رو میتونید کپی کنید و داخل این کوتیشن پیست کنید و از رنگ ها استفاده بکنید. و الان هم همونطور که میدونید پروژه ما پروژه بسیار عالی شد. اینجا میتونیم مقدارهای ضلعش رو بهش بدیم، مثلا 9 ضلعی و اوکی رو که میزنیم یه 9 ضلعی منتظم برای ما رسم میکنه و اینجا مجموع زوایای داخلی و تعداد قطرهاش رو به ما میگه. بسیار خوب دوستان، خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و اگر که از این ویدیو خوشتون اومد برای حمایت بیشتر ویدیو رو لایک و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. خیلی ممنونم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.